یک. تاجیکستان، گردی خاکت سرمه چشمان من، قطره آبی زلالت جوهری من، جانی من. بحر من هر گوشه یک جنتی افسانوی است. هستی تو، نام تو باشد کنون ایمانی من. السلام علیکم دوستانی عزیز و مهمانان گرامی قدر. یکایک شما را در این تالار باشکوه تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی خیر مقدم، نوری دیده، تاج بر سر میگوییم. البته امروز شما با یک مهر و محبت به این تالار باشکوه قدم رنجه نموده اید که امروز 25 سالگی فعالیت ایجادی و مهنتی علاوالدین و هلال‌الدین شمسیف ها جشن گرفته می شود. خوش آمدید، نوری دیده، تاج بر سر می گوییم. و اینک دوستانی عزیز، مهمانان عزتمند، یک نوار بسیار هم جالب و دیدنی بهر شما پیشکش می شود. مرحبا. زندگی نامه برادران شمسیفا خیلی رنگین و خاطرمان می باشد. زیرا علاوالدین سنه 14 می سال 1976 و هلال‌الدین 6 می سال 1978 در دهه سامغار دهاتی به نام اسماعیل حمزه‌علیف نوحه باباجان غفوروف در عائله آوازخان خوش سلیقه هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شادروان باباجان شمسیف چشم به عالم هستی گشودند. شوق و ذوق سرودخوانی در دل برادران جوش میزد و این بود که سال 1993 پس از ختم صنف نهم برای صیقل دادن مهارت سرایندگی به شعبه سرایندگی سرودخوانی عنعنوی کالج صنعتی به نام صادقخان حافظ شهر خوجند داخل شدند. در طول 4 سال تحصیل در کالج صنعت نیز سعی و کوشش به خرج دادند که در حیات و فعالیت فرهنگی بارگاه هنر منتظم اشتراک نمایند. برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسیفا بارها در چاره‌بینی‌های شهری و ولایتی نیز شرکت ورزیده از جانب شعبه فرهنگ شهر خوجند با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. سال 1997 در حیات دسته هنری خانه مدنیتی رقم یکمی به نام نعیم جان عظیموف شهر خوجند جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای عیادت سربازان از ولایت سوخت در مناطق جنوب و شرقی تاجیکستان برای ادای خدمت وطن دعوت گردیدند. به شهرهای دوشنبه، حصار و رشت، کولاب و خاروغ، اشکاشیم و مرغاب سفر هنری نموده برنامه کنسرتی تشکیل نمودند. پس از ختم کالج صنعت ماه اوگوست سال 1997 برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسیفا با تکلیف دیرکتوری آن وقته تئاتر مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان جورابک نبیف به کار دعوت می شوند. برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسیفا در تئاتر همچون سرایندگان جوان خوشبختانه در قطار دیگر سرایندگان کسبی تئاتری فعالیتشان را آغاز نموده از استادان صنعت
بازآموزی نموده طرزی به صحنه برآمدن، مناسبت هنرمند از صحنه با تماشابین و اسلوب و آداب صحنوی را نیز می آموزند. سپاس و سرود و درود و نوا به همه شما مهمانان عزیز، مخلصان بی همتا. سخن قوت دلی هر خوردگان است، ولی صنعت سخن را جان است. مولوی میفرماند ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را مذهب ملت خداست. ما درباره عاشقا، درباره آیلی شمسی ها گپ میزنیم. درباره هنرمند گپ زدن کاری آسان نه، چونکه هم تو نگاه کردن فکر میکنن که بسیار کاری آسان است، یکی بسیار کاری دشوار است. نزد بندگان نیکی پروردگار با صحنه بزرگ برآمده رو بر رو ایستاده با ویها هنر نمایی کردن بسیار کاری سهل نیست. برای همین من بسیار خوشبخت هستم که در دو دوره شوروی و دوره استقلالیت با هنرمندان بسیار ناتکرار کار کردیم، همراه در یک جا برآمد کردیم. مثلا پدری بزرگوار علاءالدین جان و هلال‌الدین جان، بابا جان عزیز، ما وقتی که در دوشنبه اینجا البته شناس بدیم همراه برآمد ها میکردیم. وقتی که ما دوشنبه رفتیم اینها هر یک سال دو سال تئاتر شیخ کمال سفری هنری میامودن مرکز با برآمدی خوشرو. بابا جان یک خصلت خوبشان بود که دایم همین آزاده لباس های خوشرو خود در صحنه باشد، خود در کوچه باشد، خود در توی باشد، همه وقت همین لباس های عالی جناب، چونکه خودی اون آدم حس میکرد که نزد بندگان نیکی پروردگار رو برآمد میکنن. و فرقش که در صحنه می لیکن برای ما آوازخوانا جایی که برآمد کنیم و صحنه جای مقدس است. برای همین مثلا محراب همه ما نگاه کردن نماز بخوانیم، برای نماز خواندن تازه شدن در کار، آزاده شدن در کار. صحنه هم برای ما محراب است، انا اونجا هم آزاده تازه شدن در کار. صحنه افلاسی نمی بردارد. نسبت صحنه بی آدابی کنید حتما از صنعت دور میشید. انا این بابا جان عالی جناب حافظ بودن، نوازنده بودن، ایجادکار بودن، همین چیزا توانستن همچین آوازان خودشانه معرفی کرده، توانستن مقامشان رو شناندن ملتی بزرگی ما و تاجیکستان با. ها افسوس کمتر جوان برفتن، جایی کشان جنت شد. خوشبختی همین که کسب پدر باز من این فرزندای عزیز دوام داشتیم. 25 سال در صحنه. من فکر میکنم که دیروز اینا سیمپی یک میخواندن، دو میخواندن، ما میدیدیم خانه کشان رفته بودیم. امروز 25 سال در صحنه برادران خدمت میکنن. تئاتر شیخ کمال با سفرهای هنری در دوشنبه برآمد میکنن، در ختلان، بدخشان، خدا باشد ازبکستان رفته آمده شد. بسیار نغز است. بسیار صنعتکاران ازبکستان که برادری دارن، هم ایجادی هم رفته آمده عائلوی دارن. این برای هر یک صنعتکار ضرور است. برای همین من چی عرضه دارم، همین علاءالدین جان و هلال‌الدین جان و نامه هم بیدین علاءالدین هلال‌الدین، اینا با بسیار آبرو اعتباری عالی جناب دارن، خلق حرمت میکنن، مخلصات خوب پذیرایی میکنن. برای صنعتکار همین بختی بلند است. اکنون 25 سال کاری شوخی نی. همونطور گفتم آسان، یکی برای تاریخ خیلی سال 25 سال آسان نی. من آرزو میکردم که باز همین 25 سال دیگر، همین 50 سالگی در صحنه بود دیگه، نصیب باشه ما همه دعای نیکتیم. خدا الهیم پیشروی کار، آمدی کار، کشایشی کار، راحتی کار نصیبش را گردن. زندگی عالی‌بهش عالی جناب باشد. مخلص ساختی عالی جناب ایجادیات های بلند پرواز آرزو میکنم. و در با همین مصرع‌های بزرگ رودکی بگیم که جز این دعات نگویم که رودکی است، گفته است 1000 سال بزی 100,000 سال بزی. عمری آدم کوته است،
لیک در بازار نیست. بی ثمر بردن ورا در زندگی دشوار نیست. در طبیعت فصلها تکرار یابند رو به رو، لیک عمری رفته را در زندگی تکرار نیست. بله، شادروان استاد بابا جان شمسیف در حقیقت عمرشان پرثمر بود. انسانی بودند که در زندگی بغیر از سخن نیک، بغیر از آدم و آدمگری کلمه دلرنجانه نمیدانست. برای همین همچون آوازخوان، همچون انسان در بین مردم خیلی یک مکتب خاصی خود را پیدا و توانستند با همین عمر خویش صاحب چندین فرزندها شد. و امروز فرزندان استاد بابا جان شمسیف دوام دهنده عمر پدر، همچون آوازخوان، همچون انسان توانستند کار و پیکاری پدر را پیشه کنند. ما از آن شادیم که امروز این فرزندان توانستند که عمری بر دوام پدری خویش را دوام دهند. فرزندی هنر باش، نه فرزندی پدر. فرزندی هنر زنده کند نامی پدر. من بسیار خوشنود هستم که فرزندان یکی از هنرمندی ورزیده جمهوری تاجیکستان، بابا جان شمسیف، فرزندان آن کس علاءالدین و هلال‌الدین، پیروان صنعت و هنری پدری بزرگوار خود می باشند. باور کنید برای انسان پیش از همه دعای پدر، دعای مادر پیش از همه ضرور است و من باوری دارم که دعای پدر برای علاءالدین و هلال‌الدین پیش از همه برای صنعتی که برای کسبی که آنها انتخاب کردند بزرگ است. از سال 1997 این جانب من با این دو هنرمندی ورزیده همکاری کردم. لیکن بینید که این دو تندم، یعنی که دو برادری که به هم پیوستند امروز در خدمت خلق در صنعت علاقه ورزیده هستند. شمسیف ها، این نام که اساسگزارش بابا جان شمسیف می باشد، امروز دوام دهنده آنها فرزندان آن کس می باشد. من به هر دو این برادرها آرزو دارم که در پیاده صنعتی کسبی و نقطه های بلندی صنعتی کسبی برسند. برای دوام دادن صنعتی والای کسبی، هم اکتاری هم حافظی و پروازهای بلند برسند. برای آنها در این فعالیت 25 ساله ایجادی آنها موفقیت ها آرزو می کنند. الهی باشد که آنها هم در تاریخ صنعت تاجیک یک نام خود را گذارند. موفق و سربلند و کامگار باشند. سال 1998 با تکلیف و دستگیری ماموریت تئاتر، برادران برای گرفتن معلومات دوم علاءالدین شمسیف و شعبه مهارت اکتیاری تئاتری فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف، هلال‌الدین شمسیف باشد و شعبه غایبانه فاکولته انداز و اندازبندی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شدند. دوستان عزیز، اهل اولاد خانواده شمسیف ها، علاوه‌خصوص پدر بزرگوار این اولاد، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان بابا جانک شمسیف خدا نظر کرده گویم خطا نمی‌کنم. پسران نکونام این اولاد، فرزندان برومند سامغار هلال‌الدین و علاءالدین، کار و پیکار و دوام دهنده راه ایجادی پدر خود را گرفتند. نگفتن امانت علاءالدین و هلال‌الدین شمسیف ها
در طول 25 سال فعالیت ایجادی خود را در تئاتر آوازه‌داری به نام شیخ کمال خوجندی دوام داده ایستادم. باید گویم که علاوالدین شمسیف ختم کرده فکولتیت صنعت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov می باشد. شعبه اکتیاری را با سر بلند ختم کرده است و به عنوان اکتور تئاتری، دراما و کینو صاحب شده است. باید گویم که به قریبی فرزندی کلانی این اولاد علاوالدین شمسیف با مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. ناگفته نماند به قریبی در تالار تئاتر خواجه کمال خوجندی آنها یک برنامه بسیار خوب تیار کرده شدند و من 100% باوری کامل دارم که این برنامه عالی جناب خواهد گذشت و تمنای آن را دارم که دائما سلامت و سربلند باشند، نامبرداری اهل اولاد باشند، نامبرداری پدر بزرگوار خود هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان بوجانکا شمسیف باشند. واقعی تمام خوشی های حیات را به این دو نفر تمنا دارم. مبارک شود. برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسیف پس از ختم دانشگاه از سال 2002 فعالیت مهنتیشان را در تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی ادامه بخشیده از هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان سیرم ایسایوا نطق صحنوی و مهارت اکتیاری را نیز آموختند. من امروز شکرانه میکنم که درباره باباجان شمسیف گپ میزنم. انسان اصیل، مهربان، با آداب تربیت دیده، خوشقد و قامت، صاحب جمال گویم هم خطا نمی کنم. و عجایبش این که سرودهایی که اون کس می خوندن دل همه رو ریش می کرد. چنون آوازشون فارم، شیردار و در صحنه وقتی که پیدا می شدن یک قد و قامتی بزرگ، یک استادی بزرگ. سرودهایی که می خوندن، طوری که می نواختن، دست خودش می نواخت. انا بینید که انا همون وقت در تئاتر در پهلوی جرابک نبی ارنبک همدم پیدا شد چنین حافظ برجسته خوش‌آواز. اون کس نه فقط حافظ بودند، اون کس اکتوری هم کردند. زیرا سرشور تئاتر اسلام سلاموف در سیمای باباجان شمسیف شخصی را دیدن که در صحنه نقش بازی کرده میتوانستند. من هم وقتی که باباجان بازی میکردم راستی گپ بهترین پارتنر در صحنه، بهترین هنرمند در صحنه و من گفتم که خدا به ما باباجان شمسیف همچون حافظی برجسته و همچون هنرمندی ناتکرار تحفه کرد. و صد افسوس که عمری دراز ندیدن، لیکن عمری دراز ندیدگی باشنم در تاریخ صنعت تئاتر ماندن، در تاریخ عموما تئاتر ماندن، در دل کوچک مخلصان ماندن و در دل همه ما هنرمندان ماندن. باباجان شمسیف بعد از خودشان درخت شناندن، درختی که خودشان ریشه بود. دوتا هنرمند زبردست، دوتا حافظی زبردست، دوتا هنرپیشگانی که در صحنه بهترین نقش‌های می‌آورند، بهترین سرودهای می‌خوانند و محبوب خلق هستند. اینها بچه‌های زمینی، بچه‌هایی که آداب و اسلوب و تربیت بهترین پدر و مادر را گرفتند
و در تئاتر هم آنها نمونه هستند از همه جهت، از جهت صنعت، از جهت ادب و اخلاق، از جهت رفتار و گفتار، از جهت مهربانی. من فخر میکنم باز برای چی؟ برای اینکه علاوالدین شاگرد من یگانه آدمی که اکادمی موسیقی را ختم کرده است و من با خوشبخت برای اون که این دو کس، دو تا اکاوکا فرزندای بسیار دارند. میتونم گویم 5 تایی فرزند، این نوری چشم، این قوت دل، این آینده اولاد، آینده ملت و چطوری که شما حاضر در جاده صنعت به خلق عزیز خدمت کرده استادید، الهی دایم به خلق خدمت کنید و دعای خلق رو گیرید. و من میدونم که رئیس بزرگمهر، رئیس فرهنگ دوست محترم رجب احمدزاده بسیار احترام میکنن آنها رو و بسیار سفرهای بسیار دارن آنها برای خوشبختی خلق. در چاره‌بینی‌های سیاسی نقش قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و قهرمان اتفاق شوروی اسماعیل حمزه‌علیف را بازیده است. هلال‌الدین شمسیف باشد در نمایشنامه‌های روزنه امید نقش امید، شهرک ما نقش خورشید، اسیان عروسان نقش مأمور و نقش‌های قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفوروف و شاعر خلقی جمهوری تاجیکستان میرزا ترسونزاده و باز 50 نقش دیگر همچون قهرمان افسانه‌های سال نوی را بازیدند. سال 2018 در هیئت دسته هنری خانه مدنیت رقم 1 شهر خوجند در چاره‌بینی مشق‌های حربی صحرایی در شهر آش جمهوری قرقیزستان با اشتراک نمایندگان وزارت‌های مدافع حربی تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان شده گذشت. برادران در برنامه فرهنگی و فراغتی چاره‌بینی شرکت ورزیده از جانب فرمانده قشون‌های شرقی و غربی آکروگی حربی جمهوری قرقیزستان با افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. پس از جستجوی سالهای طولانی برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسیف‌ها از روی روایت‌های خلقی خواهی که روح و ارواح پدرت شاد گردد، دوستان پدر را خبر گیر عمل نموده سال 2019 دوستی پدری بزرگوارشان، هنرمندی اصیل، استادی ششمخام، انسانی با مضمونی تامش بزرگ، حاجی اسماعیل مظفرov را از شهر چوستی ولایت نمنگان جمهوری ازبکستان پیدا نمودند که آن کس با شادروان باباجان شمسیف هنوز سالهای 1977 دوستی مستحکم داشتند. من Tojikiston xalq artisti Bobojon aka Shamsiyev bilan 75-yildan beri tanishib, u bilan juda ko'p bordik, endi qilganmiz. O'zim ham madaniyat bo'limida ishlaganim uchun ular har yili bizga gastrol keladilar. Bizni mana mustaqilligimizga 30 yil bordi keldi bo'lmay qoldi. Mana o'shandan keyin yo'l ochilib Bobojon Shamsiyev farzandlari, dadamning tanishlari, og'aynilari deb meni qidirib keldilar. Men juda boshim osmonga yetdi. Mana o'shandan beri yana aloqamiz bog'lanib, mana ikkita respublikamizda Tojikiston ham O'zbekiston prezidentlariga ming marta rahmat, yo'llarni ochib qo'yib, mana yana bordi keldimiz, yana davom etib do'stligimiz yana barqaror bo'ldi. Men mana Bobojon akam Shamsiyevning farzandlari Aloviddin va Hilollari mana shu 25 yillik ijodlarini bag'ishlangan konsert bo'layotgandan juda ham xursandman. Iloyim bularga omad tilayman. Konsertlar yaxshi bo'lsin. Yana bordi keldimiz, bundan ham do'stligimiz bundan ham abadiy bo'lsin. Hammaga rahmat. O'zbekistonga salom hammaga. Sog' bo'linglar. عمر آدم را که میگویند یک دم بوده است، نیک بینم صحبت یاران همدم بوده است. سلام و درود بی پایان دوستان عزیزم، مخلصان شاگردان عزیزم، مخلصان هلال‌الدین، علاوالدین، فرزندان نیکی پدر که من امروز
چراغ پدر را گیرانده، دو فرزند نیک کار پدر را دوام داده ایستادند. استاد صنعت، ستون صنعت تاجیک، شادروان پدر بزرگوار، پدر دو آگوی فرزند دو نبیره ها، بابا جان شمسی و فرزندگاشان امروز کار پدر را دوام داده در خدمت مردم، در خدمت مردمی تاجیک زبان امروز. ما البته به اینها در آینده فیض و برکات و کارهایشان آمد. روح و ارواح پاکی پدر همیشه دستگیر و مددگارکشان باشد، همیشه در دل دیده مردمی ما، ورد زبان مردمی ما باشند، همیشه در جاده صنعت سربلند باشند. Men bu yigitlarni yanada o'sishiga, yanada xalqni hurmatiga sazovor bo'lishiga ishonaman. Kelajakda bular bundan ham go'zal, bundan ham zo'r baxt omadga erishdilar. Xizmat ko'rsatgan emas, xalq artisti unvoniga sazovor bo'lib o'ynab kulishdilar. Aloviddin, Hiloliddin Bapesh. Ilohi omin. Mana prodyuserlik juda qiyin ishligini yaxshi bilaman. Omadingizni bersin. Shunchalik mana konsert tashkil qilibsiz, mana ukalarimiz Aloviddin, mana Hiloliddin. Xudo xolasa sizni yuzingizni yorug' qilib juda yaxshi vыступление chiqish qilishadi. Bularga ham omad tilayman. Xudo bularga yor bo'lsin, konsertlaringizni qulpidan ochib, xalqimizni juda katta hurmat qilsin. Xudo xolasa o'sha konsertda men ham qatnashaman. Sizlarga omad tilayman. Birgalikda yaxshi o'tkazamiz. Rabbana otina fid dunyo hasanatan va fil oxirat hasanatan va qina azabannar. از سال 2017 برادران همچون راهبر موسیقی و بدیعی دسته هنری کالج طبی به نام اسحاقی کار و فعالیت برده شاگردان زیاد را تربیت نموده در فستیوال آزمون‌های شهری و ولایتی فعالانه شرکت می‌ورزند. اینچنین خدمت‌های بی‌سابقه برادران را به نظر گرفته سال 2011 با فرمایش وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با نشان علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدر کرده شدند. برادران همه این قدردانی ها را به نظر گرفته سعی و کوشش به خرج می دهند در وصف مادر، وطن، تاجیکستان عزیز و مهربان سرود و ترانه ها ایجاد نموده شاگردان و فرزندان را در روحیه میهن پرستی، وطن پرستی تربیت کرده ایستادند. چه خوشبختم که اندر این زمانم به پیری کامران و شادمانم زیباغی عمر چیده میوه ها را به فرزندان خوشطالع رسانم. و همه مخلصان ساز و نوای استرادی، ساز و نوای کلاسیکی، ساز و نوای ششمقام، عموما نوازندگان، سرایندگان بسیار خرسندی آور است که امروز جشن 25 سالگی شب ایجادی برادران شمسیف و علاءالدین و هلالدین را قید کرده ایستادیم و باز خرسندی آورش آن است که از طرف دولت و حکومت به علاءالدین مدال خدمت شایسته جمهوری را پیشنهاد کردند و اون کس را باز تبریک میگویم از نام همه نوازندگان، سرایندگان، یعنی گروه صدای سوخت تبریک میگویم. میخواهم که آینده با آنها سرودهای نو ایجادیاتشان را موفقیت باز هم مخلصانشان از همین هم زیاد باشد. آرزومندم که با آنها تن صحت، پیشروی کار، سلامت باشید و شما تبریک خوش آرزومندم. من از نام خودم و از نام تمام اهل هنر برادرهای عزیزمان را با جشن 25 سالگی فعالیت ایجادیشان تبریک گفته به اینها اولا تن صحت، خاطر جمع، خانه آباد آرزومندیم. به فعالیت ایجادیشان بردباری های نو به نو آرزومندم.
جشن 25 سالگی فعالیت ایجادی مبارک باشد. برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسی فا عمری با برکات خیش را برای رشد و نموی ساحه فرهنگ و صنعت و وطن عزیز تاجیکستان بخشیده باز هم کوشش دارند که سرود و موسیقی های نو به نو ایجاد نموده خاطر همگان را بالیده گردانند. در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست. ما به برادران هلال‌الدین و علاوالدین شمسی فا برای کامیابی، موفقیت و قله‌های بالاترین هنری اصیل را تمنا داریم. بشکفت باری دیگر لاله رنگینی مراد، غنچه فرو بسته دل باز شود. شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری بالاتر، که به ما زیستن آموزد و جاوید شدن، پیک پیروزی و امید شدن. شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر. السلام علیکم دوستانی عزیز، باری دیگر مهمانانی عزتمند، مخلصانی صوت و نوا و هنری والای شمسی فا، یکایک شما را در این تالاری باشکوه به امروزه جشن 25 سالگی فعالیت ایجادی هلال‌الدین و علاوالدین شمسی فا خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید. مهمانان عزتمند، بیایید حالا زیر کفکوبی های بلندی شما قهرمانان جشن امروزه علاوالدین و هلال‌الدین شمسی فا را روی صحنه میخوانیم. مرحبا. بیاید یک بلندتر خرسک زنیم. باوری داریم که امروز طبیع شما را با هنری بالایشان بالیده می سازند و این لحظه ها برای شما بسیار خاطرمان و زیبا می شود. این لحظه با کمال احترام و ممنونیت برای سخنهای شادباشی و مبارکبادی روی صحنه سردار ریاست فرهنگی ولایت سوخت بختیار قاسموف و نماینده بخش فرهنگ نبی جان جورایف، اینچنین سردار تئاتر احسان جان حمیدوف را روی صحنه می‌خوانیم. محمد رئیس. السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان حقیقی این دو برادر، دو شخصان فدای صنعت. برای شما قرصک‌های انعامین تماشاگران، برای شما قیمتترین چیزی که برای صنعتکار این البته انعامین قرصک‌ها است. دوستان عزیز، من میخواستم از نام وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان
یک مهرنامه به ما دسترس شدگی با اجازت شما اون رو قرائت میکنم. با عرض احترام صمیمیت شما را با 20 سالگی فعالیت پرثمر ایجادی از نام اهل فرهنگ و هنر کشور شادباش میگویم. محض زحمت و تلاش های پیوسته امروز شما را در میان جامعه چون آوازخوانان محبوب دلها، بیانگری راز نیازهای مردم و معرفگری صنعت و هنر ملی تاجیک، همچون ادامه دهنده پیراهی هنر پدری عزیزتان هنرپیشه شایسته تاجیکستان باباجان شمسیف طول 20 سال است که سرود و ترانه های مرغوب را منظور مخلصان صنعت اصیل میگردانید. فعالیت پرمحصول ایجادی شما بخصوص در تئاتر مسرحی موسیقی به نام کمال خوجندی به درجه بلندی کسبی رسیده هر یک برنامه کنسرتیتان را تماشابینان بی‌صبرانه انتظاری میکشند. اشتراک فعالانه شما در چاره‌بینی‌های مهم فرهنگی باعث ذکر باشد. خدمت‌های ارزنده شما با افتخارنامه‌ها، نشانه سری سنگی علاجی جمهوری تاجیکستان و مکافات دولتی میدل خدمت شایسته سرفراز گردیدند که محصول زحمت‌های نظررس شما میباشد. اطمینان کامل داریم که شمایان من بعد باز فعالیت ارزنده ایجادی در رشد صنعتی ملیمان در شکوفان وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذاری می‌نماید. بار دیگر شمایان را با جشن کمالات ایجادی شادباش گفته در زینه‌های من بعد ایجادی کامیابی و موفقیت‌ها تمنا می‌نمایم. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوبخان امانزاده. دوستان عزیز، اینچنین یک مهرنامه از نام ریاستی فرهنگ، از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، از نام شخصا رئیس محترم رجب‌بای احمدزاده و شما قرائت کرده می شود. محترم علاوالدین و هلال‌الدین شمسی‌ها، ریاست فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت شمایان را با جشن 25 سالگی فعالیت ایجادی و هنریتان مبارکباد می‌نماید. مهر و محبت زیاد شمایان نسبت به صنعت و هنر و هدایت پدری بزرگوارتان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شادروان باباجان شمسیف باعث گردید که هنوز در آوان مکتبخانه در محفل‌های سرایندگی اشتراک نمایید. برادران علاوالدین و هلال‌الدین شمسی‌ها سال 1993 پس از ختم سرودهای عنعنوی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند داخل شده سال 1998 برای صاحب گردیدن به معلومات عالی و دانشگاه عالی ولایت حجت سپاریدند. هنگام تحصیل در کالج صنعت برادران شمسی‌ها در برابر اشتراکی در چهاربینی‌ها شهری و ولایتی در فستیوال آزمون‌های ولایتی چراغ امید و صدای جوانان نیز شرکت نموده سزاوار جای‌های افتخاری گردیدند. سال 1997 پس از ختم کالج صنعت علاوالدین و هلال‌الدین شمسی‌ها با تکلیف دیرکتور آن وقته تئاتر دولتی مسکی موسیقی به نام کمال خوجندی هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان جوربک نبیف به کار دعوت شدند. در این بارگاه هنر در برابر سرایندگی برادران شمسی‌ها از هنرمندان مردمی تاجیکستان سایرام اسویو نطق صحنوی و مهارت اکتوری آمیخته در چندین نمایشنامه‌ها نقش‌های جالب نیز آفریدند. از سال 2023 این جانب برادران شمسی‌ها با انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی BBO تحت راهبری هنرمند مردمی تاجیکستان سایرام اسویو نیز همکاری داشته در چهاربینی‌های مختلف شرکت می‌ورزند. از 19 تا 23 می سال روان هنرمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی BBO ولایت علاوالدین و هلال‌الدین شمسی‌ها در فستیوال
ایدی گلها که در ولایت نمایندگان جمهوری ازبکستان برگزار شد اشتراک نموده سرود و آهنگ‌های دلاشوب تاجیکان را با مهارتی بلند اجرا کرده سزاوار جای دوم گردیدند. امروز نقش هنر و استعداد و مهارتی بالای برادران شمسی‌ها در تمام برنامه‌های رنگین فرهنگی احساس می‌شود و سرود و ترانه‌هایشان با قلب مردم جای گرفته‌اند. خدمت‌های ارزنده علاءالدین و هلال‌الدین شمسی‌ها با نشان علاچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان و سال 2024 علاءالدین شمسیев با مدال خدمت شایسته سرفراز شده است. بار دیگر 25 سالگی فعالیت ایجادیتان را خجسته گفته تمام خوشی‌های روزگار، سربلندی و نیکنامی، سعادت روزگار، الهام سرشار تمنا می‌نمایم. دوستان عزیز، در حقیقت این دو مرد اصیل فرهنگ در حقیقت پیروی حقیقی پدری عزیزشون هستند، برای اینکه پدری عزیزشون در دل و دیده تمام تاجیکستانیان جا شدند و من فکر میکنم که اینا همچون ابو علی ابن سینا، همچون ابو عبدالله رودکی، همچون فردوسی هزارها سالها ایجادیات پدرشون و این دو پسر در دل و دیده خلقمون جا میگیرند و آینده وارث